اول می در کلوب شهر بوستانی می باشد. از همون دوره ها مونده است. محله به نام قاریا مشهور است که اصلا مردم آنجا مادر ذاتن مایو بوده. از همون زمانهای پیش با گفتن هم خیلی گلیم سر و کار داشتن و گلیم هایی که آنها می گفتن هم با بزرگ‌ها بوده به تجارت هم سودا میکردن، هم به طرز زندگی خودشون استفاده می‌کردن. اما در این گوشه خود یک طرز زندگی همون محله را جای دادیم که طرز گلیم گفتن. مثال ما فرض که میگیریم پیرمردی را که در مبنای همین اسباب هم خیلی گلیم نمد تیار کرده است و هم خیلی گلیم ها تیار میکردن و هم خیلی زندگی میکردن.